البته مختص فقط مسلمان ها نیست.
راست خیلی سخته، میگم خودشون رو معرفی کنن. آره سه چهار دقیقه با هم گپ میزنیم، خیلی راحت، اصلا سوال خاصی نیست. سه چهار دقیقه میخوایم با هم گپ بزنیم، اصلا سوال خاصی هم نیست. و باز هم به تصویر میکشن در حال حاضر بالای شاید 500 نفر در سالن اصلی حسینیه ارشاد تهران واقع در خیابان شریعتی حضور دارند و خبرنگاران بسیار زیادی هم از رسانه‌های مختلف داخلی و بین المللی اینجا دارن تصاویر رو پوشش میدن. 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران رو البته مختص فقط مسلمان ها نیست این انتخابات، چرا که تمام هموطن‌ها با هر عقیده و با هر دین و مذهب و نگاه سیاسی که دارن میتونن در انتخابات 14 مثل انتخابات دیگه شرکت بکنن و رأی خودشون رو، نظر خودشون رو در ارتباط با آینده کشورشون و اداره امور اجرایی کشورشون انشالله بندازن در صندوق رأی. کنار من دو کشیش عزیز هستن، اسمشون خیلی سخت بود، من ترجیح میدم خودشون اسمشون رو بگن که خدای نکرده من اشتباه نکنم. بهشون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید به استودیو شبکه 2 در حسینیه ارشاد. درود و خسته نباشید. بنده کشیش آریستاگه شاهمیریان هستم از کشیش‌های کلیسای رسولی ارتدوکس ارمنی. کجاست کلیساتون؟ خیابون کریم خان. خیابون کریم خان. شما خودتون رو معرفی بکنید، من سوالامو بپرسم. بنده کشیش کوریس نرسسیان هستم، مشاور مذهبی روابط عمومی خلیفه‌گری امنیت تهران. زنده باشید. آقا چی شد تشریف آوردید حسینیه ارشاد؟ اصلا چی شد تصمیم گرفتید که رأی بدید، هر دو بزرگوار جواب بدید؟ وظیفه ملی مذهبی ما هستش که در انتخابات شرکت بکنیم و به جهان ثابت بکنیم که اقوام و ادیان مختلفی که در ایران دارن زندگی میکنن با هم متحد هستن و پیروی همون وحدت کلمه‌ای هستن که امام پرچمش رو به اهتزاز در آورد. زنده باشید. شما هم نظرتون رو بگید. وظیفه هر ایرانیه که در انتخابات شرکت کنه، چون ما با شرکت کردن در انتخابات در سازندگی کشور و در آینده کشور نقش بسزایی رو داریم. زنده باشید.
کسی پیشنهاد داده بیاد رأی بدید یا به انتخاب خودتون اینجا حضور پیدا کردید؟ مسلما به انتخاب خودمون، همونطور که خدمتتون عرض کردم وظیفه قانونی و مذهبی هر انسانه که در انتخابات شرکت کنه. همینطوره. یک پویش ملی راه اندازی شده به اسم به علاوه یک. توی این پویش از همه ایرانی‌ها خواسته میشه که خودشون پای صندوق رأی بیان و در کنارش یک نفر از دوستان، آشنایان و اطرافیان خودشون رو هم پای صندوق رأی بیارن، حداقل یک نفر. شما اگر بخواید یک نفر رو دعوت بکنید امروز بیاد چه توی این حوزه چه حوزه‌های دیگه بخواد رأی بده، اون یه نفر کیه و به چه علت؟ بنده میخوام اعلام کنم که من خیلی دنبال اون یه نفر گشتم که پیدا کنم که من بیارم، اما متاسفانه نشد. چرا؟ چون همه به میل خودشون و چون وظیفه خودشون میدونستن همه در این انتخابات شرکت خواهند کرد و میکنند و فکر نکنم که بتونم کسی رو بیارم، چون به هر کی زنگ زدم گفت من ساعت 8 خودم در انتخابات شرکت خواهم کرد. شما اگر بخواید یک نفر رو معرفی بکنید چطور؟ بهتر ما به عنوان روحانی به همه اقشار مختلف ایران دعوت میکنیم که شرکت بکنن در این انتخابات. زنده باشید. همین الان از طریق قاب تلویزیون در شبکه 2 تلویزیون شما میتونید با تمام هموطنان مسیحی کشورمون صحبت بکنید و هر نکته‌ای دارید مستقیم چشم تو چشم خودشون اگه میخواید دعوتی بکنید، نکته‌ای بگید. از جمعی مسیحیان ایران، آشوری و ارمنی میخواهیم که وظیفه ملی مذهبی خودشون رو به جا بیارن و در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا بکنن و وظیفه ملی مذهبیشون رو انجام بدن. من یه سوال دیگه دارم. شما هر دو بزرگوار چند سالتونه کلا؟ من 38 سالم. شما چطور؟ 49. توی این ماشاءالله سفید کردید به نسبت 49 ها. زنده باشید ان شاءالله. توی این سن و سالی که دارید تا حالا چند بار شده توی انتخابات ها شرکت بکنید؟ آیا شده انتخاباتی رو از دست هم بدید؟ من کلا هر موقع که انتخابات بوده شرکت کردیم، هم ریاست جمهوری هم مجلس و حتی ما توی انتخابات مجلس خبرگان هم شرکت کردیم. شما چطور؟ من از همون زمانی که به سن قانونی رسیدم در تمام انتخابات شرکت کردم. و اصلا رأی دادین دیگه یا تا بله رأی دادیم. معیارتون برای انتخاب شخصی که از بین 4 نامزد اصلی بهش رأی دادین چه چیزهایی بود؟ اگه بخواید چند نکته رو در رابطه بهش بگید. اولین معیار یعنی پیروی همون وحدت کلمه امام باشن، چون کسی که انتخاب میشه رئیس جمهور همگانه و باید سعی بکنه این اتحاد کلا اقوام و ادیان مختلفی که در ایران زندگی میکنن رو حفظ بکنه و دوما پیروی سیاست‌های متناسب کلا جمهوری اسلامی ایران باشه، پیروی مقام معظم رهبری باشه و سعی بکنه مشکلاتی که در کشور هستن از میان بردارن. شما معیارتون چی بود؟ خیلی کوتاه لطفاً. من فقط میخوام بگم کسی رو خواستم انتخاب کنم که واقعا شایسته خدمت به مردم ایران باشه، چون مردم ایران مردمان خیلی خوبی هستن و فکر کنم این شانس همه نمیشه که خادم مردم باشن. کسی که این پست رو، این مقام رو به دست میاره واقعا آدم خوششانسی هستش و من به نوبه خودم کسی رو انتخاب کردم که بتونه پیرو خط شهید جمهور ما جناب آقای رئیسی باشه و امیدوارم که همونطور زنده باشید. من امیدوارم که همین اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از شما. نکته خیلی مهمی رو گفتن. وحدت کلمه و وحدت بین تمام ایرانی ها با هر مذهب و هر عقیده و هر نگاه سیاسی که دارن. همه شاید اکثرا گلایه داشته باشیم در بخش های مختلف، اما همین وحدت است، همین کنار هم بودن با هر رنگ و تیپ و شکل و شمایل و زبان و دین و مذهب و عقیده ای، اینه که ایران ما رو زیبا میکنه. بارها و بارها بهش
نازیدیم و بالیدیم و کیف میکنیم از اینکه یک ایرانی هستیم. پس یکی از خواسته هایی که مردم ایران دارن تو این بخش خیلی خوب بهش اشاره شد، وحدت و حفظ وحدت بین تمام مردمه. خیلی مخلصیم. هوا واقعا